مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. سلام دل، سلام نور دیده. السلام علیکم عزیزان و نور دیده ها، مخلصان عزیز شبکه شهنان. اینک زمستان آمد و هواها هم سرد شد. ما باشد جماعت شهنان همراهی خود گرمی خورسندی شادیانه را البته در خاندان های شمایان مهمان میکنیم. امروز باشد ما در خانواده کمالامک مهمان هستیم. جشن زادروزی دلبر خاله شده ایستاده از 63 سالگی پیغمبر سالی. البته در جشن 63 سالگیشان از نام فرزندان دلارام آیتی، انار آیتی، شمس دینکه، دلفوزه، از نام کلیم پاشا، سرویناز آیتی، از نام دامادشان کمالکه و این لحظه های خورسندی را تبریک کرده همراهی شمایان به هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران مهربان، مهمانان خانواده کمالامک و البته دلبر خاله، همه شمایان را به امروز جشن 63 سالگی پیغمبر سالی مادر عزیز دلبر خاله خوش آمدتان میگوییم. دلبر خاله خودشان همینجا میاکتند، برایشان خرسک میزنیم و نظم تکلیف میکنیم. کمالامک شمایان میگوید شما مرحبا. دلبر خاله زادروز مبارک، روزی تولد را، میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگوییم. امروز حتی یاد کنی انامی کی اومده ما تبریک کنیم؟ انامی فرزندان. چرا فقط فرزندان میگیم؟ ما با خودشان میگیم که انامی فرزندان بوده گیستیه. از نام کمالامک مایلش می تبریک میگیم. از نام پدر عزیز، بابا جان عزیزی نبیره هایتان، از نام کمالامک، بعد از آن از نام فرزندان عزیز، از نام دلارام آیتی، انار آیتی، شمس دینکه در مسافرت هستند، از نام دلفوزه بانو، کلیم پاشایتان سرویناز آیتی و داماد، از نام کمالکه شما را تبریک میگوییم. دو فرزند عزیز که در مسافرت هستند. گفتند که مادر مهربانی من، مادری که طول چندین سالها در یک کارخانه همچون حسابچی کار کردند، مهنتی حلالشان کردی، پستی و بلندی های زندگی را نگاه نکرده، هر آن پستی های زندگی را پسی سر کردند. بیجان عزیز من، زادروزتان مبارک. این سخنها را شخصا از نام دخترتان، از نام دلارام آیتی، از نام شمس دینکه قبول کنید که در مسافرت هستند. گفتند اگر امروز امکان میبود میرفتم و بیجانم آغوش میکردم. مادر مهربان من، از آن دستان نازنینه که برای ما طعامهای با لذت را میپختند بوسه میزدند، از آن روی پر از نورشان بهره‌مند شده
از چشمان نازنینشان سفر میکردم با کودکی هایم. ما خردکک بودیم، ما یک بودیم. 8 دکبر بود روزی کنستیتوسیا در خاندان ما جشن زادروزی مادر را جشن میگرفتیم پس از سال نو. برفهای کلان و غصب بود و در سری همان صندلی می نشستیم و البته خویش و تبار نزدیکان می‌آمدند. نبینید که چرخی فلک ما هر دو در مسافرت هستیم. امروز از ما دیده دو خواهرم کلید پاشایمان خرسند و خوشبخت هستند که مادر عزیز ما آغوش کرده تبریک کرده میتواند. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مینهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. مادر عزیز، امروز روزی زادروز را، روزی تولد را بار دیگر مبارکباد میگویم. زی تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. دلبر خالم همراهی کمالامک چند سال شد تو اشتگش با؟ 45 سال. دلبر خالم 45 سال شده سن؟ البته 86 بوسه 40 سال خواهد کمالامک 40 سال با بغیر از روزی توی کای گوی پدرگه کدید خالیم با راستش فقط یا درونه گلدسته بپورید پول دسته بود می حساب چی بتا فقط پول می وردن می. امروز باشد در زیر گواهی قدر مهمانان شخصا از نام کمالکه برای شما خودشون اکتا کرسک زنن اگر می سپارن. مرحبا کمالکه خودتان سپارید. مرحبا مبارک باشد سپارید خالیم با دلبر خال زادروز مبارک. مرحبا مبارک باشد. روز تولد را مبارکباد میگوییم. بار دیگر از نام فرزندان شما را صدقاً صمیمانه تبریک میگوییم. خدا کنند که سال آینده به صف حاجی‌های دهه و شهر سمرقند همراه شده در این کاشانه زیبا حج آشی‌ها شود و شما را همان ساعت صبح سحر پیشواز گرفتن برای ما نصیب کند. با چنین نیت‌ها از نام فرزندان عزیز، از نام دلارام آیتی، انار آیتی، شمس دینکه، دلفروز بانو، از نام کریم پاشا، سرمین آیتی و کمالکه از نام دامادتان یک کتاب قیمت بهاترین کتاب قرآن را آماده کرده ایم برایتان پیشکش میکنیم. زادروز مبارک. مرحبا مبارک باشد. و البته از نام شخصا کلین پاشا در اینجا برای مادر عزیز، من در جهان دو مادر دارم، یکتاشان به دنیا آورده باشند، دویمشان تربیت کردند. هزار رحمت که من در این خاندان بیگانه نشدم، همراهی دخترشان دختر قبول کردند، پستی بلندی های زندگی را برای من آموزاندند، هر مشکل های زندگی با همراهی من ایستاده، البته برای فرزندان من مهر و محبت زیاد دادند. گفته از نام شخصا سرمین آیتی شما را تبریک میگوییم. در اینجا گوشوارهای طلا دارم برای مادر نازنینشان. مرحمت مبارک باشد. بزنید خودتان از نام فرزندان مبارک باشد. انگشترین طلا زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. از نام شمس دینکه، دلارام آیتی، انار آیتی، دلفروز بانو تبریک میگوییم. مبارک باشد. آغوش کنه تبریک بیه مادر جانم. مرحبا با شما نزدیکتر میستیم. مبارک باشد. کمالامک من 40 سالگی توی گیرم خطا نمیکنیم.
همون وقتا تارتبوری نبود. از هر صاحب جشن‌ها میپرسیم که تارتبوری نبود میگویم. امروز باشد فرزندان گفتند که برای ما اینقدر شرایط‌ها را مهیا کردن پدر مادر ما، برایشان شیرینی تیار کرده ایم. البته میخواستیم هر دویتان شیرینی را برای 120 ساله شده در این خیر روزهای خرسند شما را تبریک کردن نصیب کنند میگویم. کار تیار باشد اگر میخواستیم نزدیکتر بیارن. تا اون دم باشد اگر کاملا که تبریک میکنیم. مرحبا. سری من و سری بچه هم با ساخ سلامت گرد همه وقت خوشی خرسند شد من خیلی خفش نگیده ندیدم هم نبینم هم وقت هم ساخ سلامت باش رحمت سلامت باشند. زاد روز مبارک. البته روز تولد را مبارک باد میگویم. میخواستیم کارت ها را نزدیکتر بیارم. کار تیار نیست سربیل زایتی؟ مرحمت شیرینی را پیشکش میکنیم. زاد روز مبارک باشد میگویم. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Нас хамаса میکنیم. یک جای بپریم با. مبارک باشد. مرحبت. دارتون یک جای. Кавалабар дорем шумоя. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. بار دیگر ملودی را برایتان مبارکباد میگویم. میخواستیم از دانکش مغز شیرین در بیره های شیرین برای شما البته شعر تیار کردن، سخنها تیار کردن برای آنجانی عزیزشان. کدام باشد سر میکنم بهتون پیش میبر نزدیکتر. مرحبا. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня день рождения моей бабушки. Я хочу ее поздравить с днем рождения. Дорогая бабушка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего наилучшего, и ты никогда не болела, ходила с улыбкой, чтобы мы тебя не видели с печальным лицом. Мы тебя очень-очень любим. Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Imroz darajani anam bah xushamada. Chin niyatim bo'lsa, niyatim barasayli. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning mehri-yu tafti boshqacha. Kirsa ham 90-100 yoshgacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Rahmat, salomat bo'lsin. Zodringiz muborak. Anorangizni tabrik miکنیم. Marhamat. Yo que brillo.
Assalomu alaykum mehmonon, xush omaded. Modarjon, sihat salomat gardid, to dunyo ҳаст шумо бошед. ҳамроҳи падарам кӯшапир шаведон, дар сари моҳон, фарзанду невараҳо, пӯё шумо бинай сог саломат гардид. Сад ҷону дил фидои як муддаои модар, фатҳу кушои шорат, дасти дуои модар. Рахмат. Rahmat. Marhamat Dilfuza, marhamat. Muborak boshlab. Akron az mehmonlarni eshitabim. Kerim Po'sha tabrik mikmanmi? Ha, rahmat. Tabira xola, az shuma sarfurib, yak to'yda hamma tabrik kunam. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga xush omading در روی خدای منبع دلبرایت جان لویم صد بدره در پیری برای حضوری نوریکوی فرزندکوی بینه هیچ وقت کسان نشوه هر روز خندیده گرده هر روز خرسندی هم کن وقتی مشاروزمون حضوری نوریکوی بینه Assalomu alaykum hammaga xush omaده امروز روزی خالیمان لویم ساعت بدروی پچانکای کوشا پیر شده من این نواره های بینم قطعشون برادی قطعون شده لویم تاگی چی میده قطعشون بدروی من این دومان تورشینه من این گاو بسالاش کتی گفتن نصیب کنه تونای لویم صبح باشه سلامت باشه سر بدرو دیدبر دلبر 100 ساله شده بعد از وای پیر شده چه آرزوی عوض کنه آرزو عوض کنه بینی پیری با دولت و با عزت و با اکرام شده پوشه پیر شده همون کتی دوگوی نبره چبره بینی الهی همیشه صبح دنیا با چی خوشوه براتون میخوام صبح باشه. السلام علیکم همه دورنشینان در این جشن زودروز من شخصا از نام خودم خواهرکم رو از نام اهل اویلم با زودروشون تبریک میکنم الهیم 100 ساله شده هرگز چشتون نما نبینه دلتون غم نبینه پچم کت خوشت پیر شده حضور راحتی بچه‌کات نبینه الهیم بچه‌کاتون ساق سلامت دستکاشون پر پیمون بده بیانو خونیتتون پر کنن مقصد از آمدن ما دیدن دیدار است مقصد از آمدن ما دیدن دیدار است ورنه این نان و نمک در همه جا بسیار است عمر اگر خوش گذرد زندگی خیزر کم است ورنه ناخوش گذرد نیم نفس بسیار است عمرتون همه وقت مثل همه روزه پرجوش و خروش فراموش نشونده گذره الهیم خداوند دولت حضرت خضرت یتیما بچه‌کاتون با خودتون با راحت و دولت پیری نصیب گرده الهیم حاجی اونا شده و گفتی حسین جان سال آینده به قطار حاجی اونا شویون حاجی آشیاتون با آمده شنیم مایل برای دختتون تشکر Assalomu alaykum hammayoqatun ba. Xush omading dargohi tovajonim manba. Yangamlar. Shmo to dunyoga isteshmoya sari bachchakotun man nevaroba. Sog' salomat garde. Arrahi dur andami bilim, andami xolam, andami tovom. Shmo tabrik mekunum bo yak marta. Sad badroy bad pir shave. Chin niyat dore niyatakatum barase. Amin. Tabrik mekunum bo. Rahmat, salomat boshlang. Marhamat. Assalomu
علیکم مهمانان و همدیاران گرامی. من از این فرصت استفاده برده خواهی مهربانم را با این روز زادروزشان تبریک و تهنیت ها میگویم. در راه دور همه خویش و تواران هستند. الهی ساغ رفته سلامت بیان. خاله چی نیتاتان باشد نیتاتان جامعه عمل باشد. الهی صد بدارید پیشه شمسیدین تو بم رحمت کلام دلارام تو بم اما تو بر رحمت کلام خوش آمدید نوری دیده تاجسه. رحمت تشکر میگیم. صادروز مبارک. تبریکاتی آنلاین ما هست. السلام علیکم به همه مسافران. یک تا نگیم تبریک میکنیم. مرحبا. سر کنه. البته سویاس کنده شد. تیار بشون. مرحبا. تا آمدن سویاس یک جای برام در عکس ما بعد از آن البته سخنهای مسافران را تبریکاتی آنلاین را میشنویم. حاضر باشد نوبت را برعکس دهیم. همینجا میرقصیم بیرون ببین. بیرون هوای زمستان و دلهای همه ما گرم است نه؟ البته یک جای میرقصیم. مرحبا سرودهای شوق برای شمایان. البته میرقصیم. مبارک باشد. Gulestani tu par
که با من باشی عشقم دنیا رامونتی که به یاد تو هر شب آسومی ندیسم جای تو قلبم کالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا قصوی من دنیای من زندان من مهتاب مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا قصوی من دنیای من زندان من مهتاب مشکل شبای من شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رامونتیکه به یاد تو باشم آسومی ندیسم جای تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا قصوی من دنیای من دلبر من با به مشکل شبای من جگر من سر من خدا از تو شکایت کردم در کجا شما دختر رستگار بیا گله آخ شیرین زبان انا بالن مدواته تاجیک جگه برواته در کجا ده باشم نقد برواته
بپش دممون خمش بکنم دل حضور بکنم رحمت سلامت باشن. تشکر میگویم، تشکر برای چنین سخنها و البته عزیزان برای همه شمایان اشتهاهای خوش از آن ناز و نعمتها که با امروزه دسترخوان خیریه احسان البته آراستند برای 63 سالگی یوبیلیشان شده است. تنمول کنید. شمسی یکم تبریک میگویم. رحمت و البته در خدمت شما جماعه شهران بودن. تشکر. همیشه ما خرسند هستیم، در روز خرسندی شما همراه هستیم. مادر عزیز زادروز مبارک، روز تولد رو مبارک باد میگویم. تشکر برای دقتتان. هزار رحمت. اینک بیننده های عزیز، امروز ما در خانواده کمالامک مهمان شده. مادر عزیز دلبرخاله را در جشن زادروزشان تبریک کردیم. از همه فرزندان عزیزشان و این لحظه های خرسندی رو همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، خود را احتیاط کنید و البته در پناه خداوند کریم باشید. رحمت کمالامکی، روز ناز ببینید. سلامت باشید. رحمت.